حالا شده دنیا رو سرتون خراب بشه جناب سروان. من به عنوان وکیل ایشون باید جوابگو باشم. موضوع کوچکی نیست. مگه میشه؟ نه. شما خودتو بذار جای من. ما یه نگاه بندازیم طرفمون رو میشناسیم جناب. همون اولا به این آقا کوهی گفتیم این پسر یه جوراییه. اصرار هانیه بود، وگرنه چی بگم، حالا دیگه مثل توف سر بالاست. ما همش به این آقا کوهی میگفتیم این پسر یه چیزیش میشه ها. نمیتونم تو چشم هانیه نگاه کنم. من فقط وکیل مالی ایشون نیستم. سالهاست امورات آقای دکتر دست منه. معتمد ایشونه. میبینن، عاشق میشن، چشماشون رو میبندن و میگن الا و بلا همین. انگار آسمون سوراخ شده و همین یه جوون افتاده پایین. بفرما، حالا بیا زندگی کن. اگه به من بود که از همون اول. لا اله الا الله. ببخشید. ما خیلی بهش گفتیم اگه بیاره تحویل بده خودمون سفارششو میکنیم و نمیذاریم کار به اینجا بکشه. طمع جناب سروان، طمع. پدر طمع بسوزه، وگرنه آقا کوهی چیزی واسش کم نذاشته بود تو کار. قصه فیل تو تاریکیه جناب سروان. هر کسی یه شکلی فرض میکندش. تو مثنوی خوندینش که در کف هر یک اگر شمعی بدی اختلاف از بینشان بیرون بودی بوده اند شده اند. بله. من معرفیش کردم. میدونستم که آقای دکتر دارن وسایلشون رو میفروشن که برن. خیلی خب، حالا یکم جدی باش، میخوام راجع به یه موضوع مهم باهات صحبت کنم. باشه، جدی میشم، صحبت کن. ببین، دکتر اسدی استاد بیولوژی منه تو دانشگاه. برای تدریس داره میره خارج از کشور، میخواد یه سری از کتاباشو بفروشه. یه کتابخونه خیلی بزرگ داره محسن. وقت ببخشین، شما از کجا میدونی؟ توی یکی از شبکه‌های اجتماعی داخل دانشگاه تبلیغ کرده بود. در ضمن من به دکتر اسدی خیلی مدیونم، خیلی بهم کمک کرده. دکتر با چشم پاک و بدون نظر روی مقالم نظرات خیلی مهمی داد و خیلی برام وقت گذاشته. از اینطور که میگی باید آدم جالبی باشه، باید ببینمش حتما از نزدیک. به جای اینکه الکی گیر بدی به اصل مطلب دقت کن. باشه، گیر نمیدم، به اصل مطلب دقت میکنم. حالا من باید کتابا رو بخرم دیگه ها. ببین، موضوع فقط رفتن تو و خریدت نیست. این یه معامله دو سویه است. از یه طرف میتونی کلی سود کنی و دست و بالت باز شه. از یه طرف هم یعنی راستش از همه مهمتر اینه که تو بتونی خودتو به بابام ثابت کنی. تو هم که همه چیزو به بابات رد میدی. محسن، بابام هم در جریان معامله هست. معامله رو خود آقای کوهی انجام میدن. کارت به کارت این روزا دیگه. کی پول نقد با خودش راه میبره؟ انگار آقای دکتر رو خود محسن معرفی کرده بود با آقای کوهی، واسه همینم آدرسش خودش داشت و 3 نفری رفتیم. اون روز هم آقای کوهی خودشون گفتن نیومده برید خونه آقای دکتر. ما هم رفتیم. فکر کنم تموم شد، ولی محض اطمینان یه نگاه آخر بالا میندازم و میام. برو بیا.
این دستشویی کجاست؟ تو پارکینگ کنار اون راپله. جنگی اومدم. اون روز که اومد خونه حالش از همیشه بهتر بود. خیلی وقت بود اینجوری سر حال ندیده بودمش. شامو از بیرون خرید و آورد. زنگ زد به مامان که شام درست نکنه. تو رو خدا نکنه داداشم چیزی شده باشه. مامانم خیلی خوشحال بود. میدونین انگار داشته کارایی میکرد. همش میگفت یه اتفاقایی داره میفته که تو این چند روز زندگیش سر و سامون میگیره. میدونین اگه داداشتون واسهتون پدری هم کرده باشه، حتی تو این سن کم، پیتزا پپرونی خیلی دوست داره داداشم. این دفعه دیگه میخوام خوب عمل کنم، قول میدم. خدا رو شکر مادر، خدا رو شکر. یک حالی از این بابای هانی من بگیرم، یک حالی بگیرم. او بالا تو هم هر چی میشه پای اون پیرمردو میکشی وسط. آخه نمیدونی که به همه چیز ما گیر میده. انشالله که خیره مادر. تو هم که در مقایسه با هم سن و سالات مامان جون دیگه روزای تاریکی تموم شد. میدونی چی شده؟ آقای کوهی بهم پیشنهاد شراکت داده. منم یه دو تا چارتایی کردم ببینم میصرفه نمیصرفه، اصلا ارزشش رو داره با هم شراکت کنیم یا نه. دیگه زمان روزای روشن فرا رسیده، کنار دریا. اوف چه شود. وقتی معامله سود حسابی داد، اول از همه واسه هانیه بدی هدیه بخری و ازش تشکر کنی. آره موافقم. چشم، واسه تو بهترشو میخرم. چرا نگاه میکنیم؟ بخورین دیگه. ما کتاب رو بر حسب پشت جلد قیمت میذاریم و درصد سالیانه و نرخ روز کاغذ هم محاسبه میکنیم. بعدش 4.5% 5% فوقش 7% میشه. کتاب کمیاب داریم، نایاب داریم، زاله ما کارش نیستیم ها، یعنی از اول هم نبودیم. نویسندم مرده و زندش نرخ کتابش فرق داره. این آقا محسن تو این چند سالی که اومده بود حسابی خبره شده بود. با یه نگاه توی کتابخونه میفهمید کدوم کتابا میارزه، کدوم کتابا دور ریختنیه. فوق‌العاده بود. کتابخونه یه دکترم خودش جمع جور کرد. گویا دکتر استاد دانشگاه خانومش بوده، میخواست سنگ تموم بذاره. خب ما هم چربتر و شیرین‌تر حساب کردیم. آخه کارمون فرهنگیه، جای دوری که نمیره. آخر گفتیم یه حالی داده باشیم. ضمن اینکه محسن آدم با مرامی بود جناب سربان، با صفا، اخلاق مدار، یه جوری با معرفت دیگه. این تو دل من نشسته بود. برای همین گفتم به جای اینکه 7% حساب کنه 20%. اونم رفتن و کاغذ کتاب و فلان رو نوشتن و قرارداد بسته شده. کتابخونه اومد تو دفتر ما. خداییشم چه کتابخونه مامانی بود. دیوونه لباسای خودتو دیدی؟ اینا کجا اومد؟
ما کش میریم بعد تو اون وقت اونجا محسن محسن بله. حالا کارت ملی امروزه؟ بله مثل همیشه. آفرین. میری از حاج سالمی طلا فروش یه چک میگیری ازش، خب میریزی به این حساب. بیا ولی برو. سلام. چشم آقا. امر دیگه. بگو بیان میزن تمیز کنن، بازار شام شده. اصلا تو چی هستی؟ اینجا چه خبره؟ یکم خوب عصبی شدم. سلام دکتر. آقای مهرابی خواب بودی؟ نه هنوز دفترم. روز سختی داشتم امروز. چه خبر؟ نمیشد بمونم. از پرواز جا میموندم. چیزی شده؟ بله مهرابی. اون صندوقچه قدیمی رو نتونستم پیدا کنم و با خودم بیارم. عجب. من نمیدونم. خودت پیداش کن یه جوری. اگه توی خونه نمونده باشه ممکنه لای وسایل رفته باشه بیرون. باشه خیالتون راحت. باید گوشی رو خاموش کنم. اعلام پروازه. بعداً تماس بگیر. خدا حافظ. باشه پیگیر میشم. خیالتون راحت باشه. دکتر داشت میرفت. برای همینم زنگ زد به من. 3 چیز تو دنیا اگه براش مهم باشه، اولیش روح مرحوم خانمشه، دومیش این صندوقچه است. سومی هم یه سری یادگاری بود از استادشون، مثل خودنویس و اینجور چیزا که یه جایی که منم نمیدونستم پنهون بود. من وکیلم. شغلم ایجاب میکنه که مو رو از ماس بکشم. برای همینم صبح اول وقت راه افتادم. سلام بفرمایید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. من مهرابی هستم. بفرمایید بشین جناب آقای. بفرمایید. باشه حتما. خداحافظ. دست شما درد نکنه خانم. خواهش میکنم. من که چشم آب نمیخوره اینا تا 10 سال دیگه برن زیر یه سقف خانم. اگرم بتونن برن تو اینقدر به جونشون قور بزن و آیه یس بخون که آخرش هم نشه. کم خواستگار داشت هانیه. شوهر براش قهر بود. 2 روز دیگه که فارغ التحصیل بشه گیریم که با یه دکتر عروسی کرد. مدرک دکترا تضمین میکنه که اخلاق دامادت هم خوب بشه. چه میدونم. آخه یه چیزی میگی یا هر پدری خوشبختی بچه‌شو میخواد، مخصوصا وقتی یکی یه دونه باشه.
تو که از روز اول یه بند داری همینو میگی. اگه خوشبختیشو میخوای یه ذره زیر دست و بال محسنو بگی. بله بفرمایید. سلام آقای قائمی. سلام، شما؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید مزاحم شدم. من مهرابی هستم، وکیل دکتر اسدی. حالا چطوره آقای مهرابی؟ آقای دکتر اسدی چطورن؟ شکر. هانیه خانم منزل هستن؟ من موبایلشون رو چند بار گرفتم اما جواب ندادن. گوشی خدمتتون باشه، الان صداش میکنم. اما خداحافظ. گوشی؟ بله خدا نگهدار. هانیه دخترم بیا تلفن کارت داره بابا. بفرمایید. سلام هانیه خانم. موبایلتون رو گرفتم چند بار جواب ندادی. سلام، ببخشید داشتم درس میخوندم گوشیم سایلنت بود. انگار شما هماهنگ کرده بودین که یکی از بستگانتون بره کتاب‌های دکتر اسدی رو بخره. بله از طرف من انجام شد. موضوع اصلی صندوقچه با ارزشی که گم شده. شاید اشتباهی لای کتابا بار زدن بردن. اگه ممکنه آدرس اون دفتر رو برای من بفرستید یه سر بزنم. اسم اون آقا چی بود؟ محسن نظری. ولی کتابا رو دفتر پخش آقای کوهی خریده. آدرس و تلفنش هم براتون میفرستم. متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ. چیزی بود. چایی قدیم. جان وکیل، ظاهر و باطن. کارتونا که خوشبختانه هنوز بسته بندیشون باز نشده. اون تعدادی که باز شد و بسته شد، یه بار دیگه هم باز شد ولی بسته شد. به رویت دکتر بود، یعنی دکترم حضور داشت به ضرس قاطعیت. ممکنه کارتون دیگه هم باشه که نیاورده باشن؟ اینجا نخیر. آمار داره صورت برداری میشه، حسابداری داریم به اندازش پول میدیم، باید ثبت بشه، انتگرالش گرفته. مگه اینجوری الکی که نیست که؟ شما که بهتر از ما میدونید. بله بازم ازتون ممنونم. بله ببخشید دیگه شما رو هم از کار زندگی انداختم. نه قربان، فقط جسارتاً اینجور که شما میگین اون صندوق باید ارزش زیادی داشته باشه، گران باشه، پر از ثروت. اگه منم بودم همه جا رو زیر رو میکردم، بو میکشیدم دنبالش میگشتم، شده دستگاه میآوردم پیداش میکردم. حالا موردی نداره، میشه شما خودتون این دور برای یه نگاهی بندازیم. بفرمایید. من؟ بله قربونتون. من این دیسک که عمل مهره هفتمش مشکل پیدا کرده، هم زیر هفت هم بالای هفته، به خاطر همین واقعا نمیتونم. البته قدیم وزنه بردار بودم، 15 تا این و 15 تا خود میله 20 کیلو فقط هاگ پا میزدم. الان نمیتونم، قدرت رو ندارم، توانیم. خودتون اگه ببینیم ممنونتون میشم. نه دیگه اگه اینجا بود معلوم میشد. ممنون. اجازه مرخصی میفرمایید؟ آقا محبت کردین، ببخشین دیگه. شرم بشون ستون. با اجازتون. خدا نگهدار. خداحافظ شما. آقای کویی باید تمام کارتونا رو باز کنیم. کار خودش بود. دفعه اولش که نبود. گذاشته بود لای کارتونا. به خیال خودش جاساز کرده بود. اول بهش گفتیم خودش برگردونه. گوش نگرفت. گفتیم با آقای کویی میگیم. انگار نه انگار.
آقای کویی هم فرستادش بره دنبال چک. اونم زد زیر بغلش و رفت. فکر کرد ماها رو هم میتونه بپیچونه. بذار اینجا لطفا. شما اینا رو خالی کن لطفا. شما اینا رو بریز بیرون. نامردی تو مرام ما نیست. کار فرهنگی میکنیم آخه. تو خونه مردم میریم میایم. مردم به ما اطمینان میکنن ما رو تو خونهشون راه میدن. ما از این چیزا تو مراممون نیست. قیافش نشون نمیده. ناکس خیلی دستش سنگینه. ببین جناب سروان، هنوز جاش کبوده. باورم نمیشد. چیزی که با چشمای خودم میدیدم نمیتونستم باور کنم. آخه مگه میشه؟ همون روز آقای مهرابی گفته بود که صندوقچه آقای دکتر گم شده. اون وقت هنوزم باورم نمیشه. آقا نگهدار، آقای راننده نگهدار، من پیاده میشم. اینجا ایسکا ندارم، نمیتونم نگه دارم. بذار درس تموم بشه، اون وقت ببین موقعیت‌های بهتر، آدم‌های با اصل و نسب‌تر برات پیدا میشن یا نه. انگار آسمون سوراخ شده و همین یه جوون افتاده پایین. بفرم حالا بیا زندگی کن. اگه به من بود که از همون اول شب نشستم این پسر آویزونه. هر پدری خوشبختی بچه شد، مخصوصا وقتی یکی دونه باشه. هانیه بهم زنگ زد. صداش یه جوری بود. سراغ محسن رو میگرفت. گفتم اگه محسن تلفنش رو جواب نمیده. گفت نمیخوام خودش بدونه. یه سورپرایزه مثلا. گفتم چی؟ گفت یه صندوقچه. ازم خواست ببینم اون صندوقچه‌ای که میگفت پیش محسن هست یا نه. سلام هانیه. الو سلام مریم جان، خوبی؟ من خوبم، تو چطوری؟ ای بد نیستم. بد نیستی؟ با محسن حرفت شده؟ نه عزیزم، محسن که انگار این روزا سرش خیلی شلوغه. منم که گرفتار درسام. مریم جان. جانم. میگم تو اتاق محسن یه صندوقچه قدیمی ندیدی؟ نه، چطور؟ هیچی. میتونی برام یه سرگوشی آب بدی؟ برای چی؟ میخوای بگردم برات؟ نه بابا، یه سورپرایزه. باش، ببینم چی میشه. خیلی ممنون. پس منتظر تلفنت هستم. فردات شم. خداحافظ. خداحافظ. وای داداشی،
تو اینجا چیکار میکنی؟ نگرانت شده بودم. نگران چی؟ من نگرانم آخه دکتر اسدی. دکتر اسدی؟ همون که کتاباشو خریدی دیگه. خب چی شده؟ هیچی، نه که رفته. اصلا دانشگاه خب استاد خوبی بود دیگه. تا اونجایی که من میدونم تو باش کلاس نداشتی، فقط هانیه چند واحد باش پاس کرده بود. خب همین دیگه. حالم که رفته، هانیه خیلی حالش گرفته است. خواستم بگم یکم بیشتر حواست بهش باشه. همین. شام حاضر، زود بیا. علم ژنومیک چیست؟ بررسی تاثیر ژن‌ها برای یکدیگر، تولید ژن‌های جدید، ژن درمانی. بررسی تاثیر ژن‌ها بر یکدیگر. آی مادر. آفرین بر. کاشف فرایند تخمیر بی‌هوازی توسط مخمرها. کوخ، واتسون و کریک. چطوری مامان جان؟ خوبم پسرم. دکتر گفت از سن بالاست. شما که ماشاءالله جوانای قدیمی، قوی هستین، بنیه دارین. استراحت کنم خوب میشم. راستی منو نبرین بیمارستان. خب اگه لازم بشه که بستریتون کنن که مامانم حالش خیلی هم خوبه، احتیاجی به بستری شدن نداره. از کاروبار چه خبر؟ کاروبارم هم هست دیگه، مثل قبل، مثل همیشه. هانیه چه خبر؟ خیلی وقت اینجا نمیاد. هانی هم خوبه، اونم مشغول درس و مشقشه دیگه دارم دمای امتحانای آخر ترمشه و اونم مشغول گرفتار. من خیلی تو این زمینه متخصص نیستم، ولی مطمئنم که ارزش خیلی زیادی داشته، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی. کوچیکم نیست که به این راحتی دیده نشه.
این پرونده هنوز بسته نشده. شما هم لطفا قضاوت نکنید. چند روزه که قیبش زده، نه تماس گرفته نه تلفن کسی رو جواب میده. خود هانی هم که دیده صندوقو برداشته، خواهرش هم که اونو تو اتاقش دیده. بازم میخواین قضاوت نکنی؟ کریم بپو پارو نشه. میام بذار رو هم. نکنه بو برده باشم. امروز رو یه کاری کن بپیچونیم. نبینه بچه یا از من گفتم پاره شده این آخریشه. من همون موقعی که داشتیم کتاب رو از دکتر اسدی می‌خریدیم به این دوتا جونور شک کردم. کجا؟ چیه؟ کجا با این عجله؟ به تو چه جوجه؟ واسه چی داری در میری؟ این صندوقچه چیه زیر بغله؟ فرار نمی کنیم قربون شکلت، ما که تو رو اصلا ندیدیم. ببین محسن بذار ما بریم، این صندوقچه ارزشی نداره. این صندوقچه تو خونه دکتر اسدی بود. خب که چی؟ آبروی من چی؟ تو سهمتو بگیر قربون شکلت، چی کار به این کارا داری؟ چرت و پرت نگو ببینم. برو کنار ببینم. وایسا ببینش. کریم و جواد دیگه واسه دفتر آقای کوهی کار میکردن. جانم. الو سلام. کجایی؟ سلام سر کار. پس چرا صدای ماشین میاد؟ خب دارم میرم یه کتابخونه رو ببینم، اگه کتاباش خوبه بخرمش. چیزه میگم اون کتابای دکتر اسدی خوب بودن؟ ما تازه کتابا رو گرفتیم. ما چند روز بگذره ببینیم چی داره چی نداره. باشه حالا چرا این کتاب برات مهم شده؟ نه همینطوری پرسیدم. شب نمیای اینجا؟ ببین فعلا خیلی کار دارم، گرفتارم. میشه بعدا با هم صحبت کنیم؟ باش. فعلا مواظب خودت باش. سلام برسون. خداحافظ.
سلام موسا، چطوری؟ جان؟ از بچه‌های دفتر آقای کوهی هستن. آقای کوهی. بله، حال شما خوبه؟ خسته نباشی. موسا، من یه چند تا عکس برای شما ایمیل کردم، مال یه چند تا از این کتابای قدیمیه. آره، من کی میتونم زنگ بزنم خبرشو بگیرم ازتون؟ نه، میخواستم ببینم اصله یا نه. آقا ما خودمون تو کار فرهنگی اینا رو میدونیم. نه بابا، نه مشکلی نیست، خیالتون راحت باشه. نه اینو فقط در مورد اصل بودنش میخواستم یه آره دست درد نکنه. من کی تماس بگیرم؟ باشه پس حالا تماس میگیرم باهات. ممنون آقا، تشکر. زنده باشی، خداحافظ. بیا. جرأت نمیکنه گوشی رو برداره. آره، از تو که خیلی میترسه. قطع کن، بذار من بزنم. بزن ببینیم. چیه؟ یه لحظه میای پایین کارت دارم. ببین محسن، صندوق دست توه. راست میگه دیگه، یه دقیقه بیا ببین فقط یه جوری باش حرف نزنی بپرا. میخوای تو حرف بزنی؟ بابا منظورم اینه که زبون بازی کن تا بیاد پایین. من خودم بلدم. جواب نده. چرا؟ مزاحمی. آخه تا حالا مزاحم نداشتیم. نداشتیم، حالا داریم. چقدر سوال جواب میکنی؟ برو به کار زندگیت. یه بار دیگه بزن. چیه؟ چته؟ سلام محسن جون، یه دقیقه میای دم در؟ زنگ بزن پلیس صدر بیاد ببرته تا. مرد استای پلیس صدر چیه؟ تو خودت هم پاتگیره، صندوقچه پیش توه. بیا پایین. محسن جون، ما کاری با تو نداریم که. میخوایم یه دقیقه باهات حرف بزنیم. یه دقیقه بیا دم در. برو گم شو. چی شده؟ هیچی نشده. برو به کار زندگیت برس. شماره تماس تلفن همراه هم دارین. یه پرینت بگیرین، میبینین که کریم و جواد از طریق پیامک چقدر منو تهدید کردن.
نکن اونجوری میسوزم. نگاه کن اینو ول کن. میگم میسوزم. نگاه کن. کی گرفتی اینو؟ بچه‌ها اینو واسه هم بفرست. نمیشه الان دارم میبینم. بفرست اینجا تصویرش قشنگ‌تره. بفرست. اومد. یه بلوتوث میخواد بفرسته. حواست این ور باشه، همش کلت تو گوشیه. حواسم هست. یارو هم اعصابمو ریخته به هم. شیطونه میگه برم بالا بزنم پس کلش بیارمش پایین. زاری که زد با چشه. تقصیر تو بود دیگه. نه ترسمو میاد پایین خودم دعواش میکنم. بله هانیه پیداش کردم. یه صندوقچه قدیمی تو کمدش بود. میتونی برام بیاریش؟ نمیخوای بهم بگی قضیه این صندوقچه چیه؟ تو الان ورش دار بیارش خونه ما، دیدمت بهت میگم. محسن چی اگه بفهمه؟ نگران نباش، من خودم بهش میگم. فقط زود بیا یا منتظرتم. باش، خداحافظ. خداحافظ. بده من صندوق. بلش کن. بده. بلش کن. سلام جان سلمان. چرا انقدر پریشونی؟ جان سلمان صندوقچه رو بردن. شما دیدیشون؟ آره 2 نفر بودن. سوار یه موتور سفید رنگ. از کدوم طرف رفتن؟ ته همین خیابون. پیچیدن دست چپ. سریع حرکت کن.
من میخواستم ببینم که اصلا یه همچین کتابایی اجازه خروج از کشور دارن یا نه، باید تحویل میراث فرهنگی بشن. بعدم صفحات اون کتاب نیاز به ترمیم داشت، حتی جلد اون قرآن باید صحافی میشد. من برای ترمیم اون کتاب رفتم شهرستان. این کارشناسا توی تهران هم هستن. همین کتابخونه ملی بهتریناشو داره، ولی برای مراجعه به اونجا من 1000 جور سینجیم پس میدادم، باید فرم پر میکردم. شرایطی که من داشتم نمیشد. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. السلام علیکم شهداء جمیعا و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. قبول بشه. قبول حق. آدرس استاد محمدی براتون نوشتن، بریم بپرسیم. کارش خیلی درسته. بهم گفتش که ترمیم اون کتاب 3-4 روز وقت میبره. تو این 3-4 روز خیلی با قرآن انس گرفتم، بیشتر از قبل.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. از اولش هم میدونستم این پسر آویزونه. آویزون. اینقدر هرس نخور. خانم یه عمر تو اداره کارمند نمونه بودم. بعد از بازنشسته شدن رفتم تو بازار. هر کسی یه نظر ببینم میفهمم چی کار است. میفهمم چند مرد حلاجه. اون وقتی دختر من رفته عاشق کی شده؟ از بس ساده است. چی میگی تو ایستیز؟ بذار بشنوه. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این روزا کار سختی نیست که با کسی آدم ارتباط برقرار کنه. خیلی راحت تو این شبکه‌های اجتماعی میشه اسمشو جستجو کرد و بعدش هم پیداش کرد. منم همین کارو کردم. دیگه منم بالاخره دکتر اسدی رو پیدا کردم، همه داستان رو براش تعریف کردم. همین. تمام مدارک پستی، تمام رسیدا پیش متولی امامزاده است. خب میخواستم پیش یه آدم مورد اعتماد باشه. السلام علیک یا وارث آدم صبوت الله. السلام علیک یا وارث نور. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. سلام علیکم. سلام علیکم. تا عادتون قبول. عاقبتون بخیر. من سروان ترابی هستم، از آگاهی مزاحمتون میشم. در خصوص پرونده های محسن نظری یک سری مدارکی ما می‌خواستیم، به گفته ایشون خدمت شماست. اگه لطف کنید در اختیار ما بذارید ممنون میشم حضورتون. بله در خدمتتون هستم. بزرگواریم. یا الله الله. سلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. خواهش می‌کنم بفرمایید. این خدمت شما نتیجهشو حتما به من بگید. انشالله پرونده کامل بشه حتما میرسیم خدمتتون. انشالله. عاقبتون بخیر. خواهش می‌کنم. یادتون خدا حافظ شما. موفق باشید. بفرمایید. موفقیتتون. سپاسگزارم. بفرمایید. سلام جناب سروان. خواهش میکنم.
بله، تاییدیه‌اش با امضای دکتر اسدی پیش منه. درسته. من خودم پرینتشو میارم خدمتتون. حتما. بسیار خوب. خدا نگهدار. محسن، تو خودت میدونی که چقدر بهت علاقه و اعتماد داشتم و دارم، ولی خب با نشونه هایی که ازت دیدم بهم حق بده، باید بهت شک میکردم. من یه عذرخواهی بهت بدهکارم، منو ببخش. میبخشی؟ دیگه زمان روزای روشن فرا رسیده. کنار دریا ما همش به این آقا کوهی میگفتیم این پسری یه چیزیش میشه ها. شما خودتون بذاری جایی. ما یه نگاه بندازیم طرفمون رو میشناسیم جناب. نمیتونم تو چشم هانیه نگاه کنم. مگه میشه؟ همون اولم به این آقا کوهی گفتیم این پسر یه جورایی. حالا شده دنیا رو سرتون خراب بشه جناب سرباز. این صندوقچه تو خونه دکتر اسدی بود. چیکار آبروی من چی؟ که چی؟ چند روزه که غیب نیست، نه تماس گرفته نه تلفن کسی رو جواب. خود هانی هم که دیده صندوق برداشت، خواهرش هم که اون تو اتاقش دیده. بازم میخواین قضاوت نکنن؟ أو تسلم إلى البلاء من شفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لوضمت شفاجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك بشین بابا، بشین. ببین خداوند هر چی که میگه حکمت درونش نهفتن. همین ان الله لا یحب المفسدین، خدا مفسدین رو دوست نمیداره. حالا بزرگ و کوچیک نداره، ممکنه تو کوچیکش هم باشه. بله، آدم هرچی بیشتر فکر میکنه که با ایمانه باید بیشتر بترسه، چون هر لحظه ممکنه بلغزه. خب بابا جون این درسته. انسان وقتی میاد تو این محیطا، تو محیط معنوی مثل اینجا، مثل مسجد، مثل خانه دوست، اون معنویت تو انسان میمونه و هست، همیشه با آدم همراهه تو اون موقعی که خود آدم نخواد، وگرنه خداوند میخواد. بله. خب بابا جون بگو ببینم چه کار کردی؟ چایی تو بخور سرد نشه. ممنون آقا کوهی. یه روزی منم جای تو نشسته بودم،
جوون بودم و ناشی. البته مثل تو رو راست و بی شیره پیله. ولی امروز کجام؟ اینجا، جایی که بابام نشسته بود. میدونی چی بهم گفت تکلیفتو با خودت روشن کن. روشن کن تکلیفتو با خودت. تکلیفتو با خودت روشن کن. متوجه نمیشم منظورت چیه. میخوام شریکت کنم. شریک؟ خب آقا کویی، فقط چند درصد؟ اونم از فروش تو پخش. بالاخره باید تکلیفتو با خودت روشن کنی یا نه؟ آقا کویی شما میگی شراکت، ولی خودت بهتر از هر کسی میدونی دست و بال من خالیه. دست خالی تو مثل روزانوت پاشو. منو میبینی کنارتم. باید خودتو ثابت کنی. نه برای من، برای خودت، برای بازار، مشتری، خونوادت. این کار بشکنم نشکنم نداره. باید ببینی با خودت چندی. وسط نداره. بیا. هرچی بیشتر تلاش کنی سهمت میره بالاتر. بستگی به خودت داره. آقا کوهی، ببین عزیزم، تو داری جنمشو. فقط یه ذره سعی و تلاش میخواد. بالاخره میخوای تو این کار بمونی یا نمیخوای؟ خب معلومه که میخوام، اما با این دست و بال خالی آخه. دست و بال چی؟ چی؟ آها، این خنده رو من میخوام. ببین خب شروع کن. چایی هم نمیخوای بخوری. برو. ازت خواستم بیای اینجا که مردونه با هم حرف بزنیم. خواهش میکنم بفرمایید، در خدمت. میخوام هدیه عروسیتون رو زودتر بهت بدم. فکر میکنم اگه شما این هدیه رو به هانیه بدین بهتر باشه. بگیرش. خب تو برنامه چیه؟ من میخوام برم خونه، کلی درس دارم. تو نمیای خونه؟ نه دیگه، من برم هانیه رو برسونم بعدش میام خونه. باش، خدافظ. خدافظ. میبینمت. خدافظ. چیه؟ خیلی ساکتی. انگار ذهنت خیلی شلوغه. داشتم به این تغییر رفتار بابات فکر می‌کردم. با اون سخنرانی که تو از اخلاقیات کردی منم دهنم والا وامونده بود. خب آقا محسن، اینم امانتید. بفرمایید. دست شما درد نکنه.
شدی سهمم از این دنیا، از این دنیای بارونه. بخاره پشت این شیشه نشونه های بارونه. کنار تو چقدر خوبم، کنار تو چه آرومم. من این روزای زیبا رو به احساس تو مدیونم. هوای خونمون با تو، هوای فصل بارونه. در و دیوار این خونه شبیه آرزومونه. چه حس خوبیه هر روز تو رو با خنده میبینم. واسه دردای تو قلبم همیشه باش تسکینم. فقط با تو میشم آروم، کنار تو چه خوشحالم. اگه حس من